کی آدرس منو به شما داده؟ یکی از آشناهاتون به اسم شاهین مصطفی. بله درسته. شاهین مصطفی پسر خاله منه. حالا چیکار دارین؟ واقعیت ما می‌خواستیم یه کاری راه بندازیم. منتها 2 میلیارد تومان پول لازمه. منم کسی سراغ ندارم که این همه پول به من قرض بده. برای همین با شاهین که رفیق منم هست، باش در جریان گذاشتم و ایشون نشونی شما رو به من دادن و گفتن که وقتی هر چقدر پولی که بخوام قرض بدین در قبالش 25% هم اسکانت میگیریم. بله اتفاقا خوب کسی اومدین. ولی برای نرخ مبلغ و توافقات بیشتر باید تشریف بیارین منزل من. خب پس منزل چی هست؟ زودتر بریم تا دیر نشده. آخه نزولخور انقدر تخمی چه شکمیه، بعد نزولخور اینجوریه، لوکیشن انگار لوکیشن رد و بدل کردن سیگارت چهارشنبه سوریه و دینامیت. و الان اون جایی که میخواد سوار شه رو شما نگاه کنید، اون خونه پشتش، من شک ندارم طرفای غروب 4-5 تا بچه رو بردن اونجا زدن. ببخشید من گلوم خشکیده، اگه میشه لطفا برام آبی چیز بیارین با هم دیگه لب تر کنیم. بفرمایید. خیلی ممنون. آخ ببخشید فکر کنم گوشیمو تو ماشینتون جا گذاشتم. بعد این پاهاش نگاه چجوری وا کرده، انگار رفته ته مینیبوس برای رفیقا جا گرفته. داری نیست تا شما گلوی تر کنی الان میرم میارمش. حالا وقتشه. چیزی تو ماشینم نبود. بله درست میگی. گوشیم اینجا بود تو جیبم بود. من میگم پودر ماشین لباسشویی چرخانجیمه تاجه. احسن. میتونه آدم بکشه واقعا. بله. دلش نمیدونم چرا تازه دلش هم نسوخته، رفته ریخت. کم هزینه کرده. بعد آخه مردی که تو خب همه ریختی رومی. برای دفعات بعد فیلم‌های بهتری پخش کنی که حداقل جایزه‌های گرمی یا حداقل کیوی گرفته باشن.